مادر فرشته است که خداوند بهر ما عطا کرده است. مادر در زیر این 5 حرف چقدر مهر و محبت، خوشگفتاری و خوشرفتاری، بزرگی و مجسمه خاکساری نهان است. در عالم مقدس تر از مادر موجوداتی نیست. آره، تمام هستی وجود ما از مادر است. محض با طفل جانکانی های مادر ما به دنیا آمده آدم نام گرفته ایم. از اینجاست که ما او را مقدس می شماریم و در لحظه های دشوارترین نامش را به زبان می گیریم و می گوییم مادر جانم، مادر جانم. مهر و محبت صمیمی مادر و شب زنده‌داری های مادر، این همه با هیچ چیز برابر شده نمی تواند. مادر هست که ما هستیم و حیات هست. کیست آن کسی که علی مادر را نشونیده باشد، از شیر سفید او بهره نیافته باشد؟ مادر شما چشمه حیات انسان هستید و حیات انسان به شما وابسته است. کلمه مادر کلمه‌ای می باشد که در تمام زبانهای جهان یک خیل آهنگی نوازشکارانه دارد. سین سال ما چندی که بار نباشد، خواه طفل باشیم خواه کلان سال، برای ما مادر نوازش و نگاهی وی ضرور است. و هر قدری که محبت کس به مادر زیاد باشد، حیات همان قدر فرح بخش و درخشان است. مادر به شما هیچ بهار زیبا و هیچ تیرماه پرفیض نخواهد بود. فیض زندگانی ما از شماست. شما ستاره درخشان هستید که راه فرزندانتان را یعنی ما را روشن می سازید. مادر شما شخص مقدس هستید. وقتی که سیمای شما پیش نظرمان می آید، از چشمانتان از تمام هستی شما نور می بارد. این نور راه آینده حیاتمان را روشن می سازد. مادر فرزند حیات و ممات بوده از همه قیمتترین و عزیزترین شخص در عالم هست و می باشد. مهری به همتای مادر به مثل خورشید عالم است که به تمام عالم سخاوت مندانه نور می پاشد. عشق پاک مادر به مثال چشمه پرجوش است که دشت و بیابان را گلستان می کند. شیرین ترین و گواراترین و عزیزترین سخن این مادر می باشد. بیهوده مادر را بزرگ نگفتند. بزرگی مادر در آن است که بزرگترین نعمت دنیا فرزند را به دنیا می آورد. شب و روز در فکر آن است که فرزند بزرگ، خوشبخت، شخص سربلند شود. مادر همیشه در فکر آن است که چه کار کند که زندگی فرزندش را خوبتر و بهتر کند و همیشه آرزوهایی در دل دارد و برای جامعه عمل پوشیدن اون سیر و کوشش می کند. پس بیایید فکر کنیم که ما برای مادران عزیزمان چی کار کرده ایم. آیا ما به قدر مهنت آنها می رسیم یا نه، یا رسیده ایم یا نه؟ بیایید مادرانمان را دوست داریم، حرمت کنیم تا آن دمی که آنها جان در بدنشان دارند نبدی مرگشان. بیایید دوستان عزیز به قدر طفلکانی برسیم که از خوردی از مادر محروم گشتند و از مهر و محبت مادر خبردار نیستند. کسی که مادر دارد خوشبختترین و ثروتمندترین شخص در دنیا است و من میخواهم به تمام عالم فریاد زنم:
مادر جان من شما را دوست می دارم. مادر جان من شما را دوست می دارم.